سلام. امروز انقدر هوا خوب آفتابی بود گفتیم که بیایم گفتیم بیایم اینجا توی خیلی مرکز شهر به این سنگی که روش نشستیم معروفه، میگن سلوستاین، سنگ آبی که من اوایل اینو سبز میدیدم. من اوایل اصلا نمیدونستم که یه همچین چیزی اینجا، یعنی برام مهم نبود، فکر می‌کردم یه المان شهریه. بعداً فهمیدم که این سنگه و اینجا یه مکانیه واسه آدما که مثلا با هم قرار میذارن. آره. مثلا به دوستت میگه که کنار بلوستان میبینم، یا مثلا میگه که حرکت از بلوستان مثلا گم نمیشی. آره. و مثلا آدرس میخوای بدی میگی مثلا کنار بلوستان یا مثلا جلوی بلوستان، خیلی معروفه. و یه سنگ آبیه، خیلی هم خوشگله. آره من الان دارم میبینم که آبیه ولی نمی‌دونم اوایل سبز، چون یه سری چیزای سبز توش داره. حالا از نزدیک می‌خوای نشونش بده. آره. یه سری لوکه‌های سبز هم در داخل لکه‌های آبی وجود داره، ولی خب بیشتر آبی غالبیه. آره، مرکز شهر. روبروی ما سالن در واقع تئاتر ملی برگنه و این سمت هم میره به سمت بیریگن. اسم این خیابونه چیه؟ من بهش میگم شانزلیزه. هیچ وقت به اسم واقعا میگیم جلو گالریه. یه پاساژیه به اسم گالریه، همه میگن جلو گالریه. حالا ما میخوایم امروز کجا بریم؟ این بر میره دانشگاه برگن و کلیسای جامع برگن و اینا. اون بر دو در عقب. اون بر میره به برگن سنتروم، برگن باس استیشن و اون دریاچه وسط شهر. و اینکه الان گل صورتی‌های خوشگل هم در اومدن و خیلی قشنگه همه چی. اون شهر الان همه چی بهاریه. چالش بهاریمون چیه؟ خب ما یه رنگ انتخاب می‌کنیم و امتیازبندی داره. هر کی بیشترین چیزی که اون رنگیه رو توی یه محدوده‌ای هم مشخص می‌کنیم از شهر که اون محدوده پیدا می‌کنه اون امتیاز بیشتر و جایزه و چه جایزه‌ای؟ جایزه خوراکی دیگه. قدردانی میشه. آره خوب قدر. جایزه رو باید بدونم چیه که انگیزه داشته باشم براش. خوراکی میخوای یا یه جایزه نفیس مثلا منظورت از جایزه نفیس دخترونه قطعا میکاپ دقیقا منظورم همونه. مثلا یه بالمی، یه سیکری، یه میکاپ، یه چیز. از اونجایی که به خاطر این دایت مسخره‌ای که داریم نمیتونیم خوراکی بخوریم، با اون موافق‌ترم و اون رژ لبای شاینی فنتی بیوتی رو رنگ راجع به دایتمون هم بگیم که چیه؟ خیلی خوبه و خیلی سخته. رنگ چیه؟ میشیم از رنگ‌های اصلی انتخاب کنیم. من صورتی دوست دارم. صورتی هم هست صورتی بزن. من اولین صورتیمو پیدا کردم. من پیدا کردم. نه خیر تو نگفتی، من گفتم اون گلای صورتی اونجا. من اون وایسا، من اون خانومه اونجا صورتی پوشیده داره میره. اوکی. تو هم اونجا گلا. خب فعلا یک. خب این پروسه تا فس پلاسن، یعنی تو محدوده مرکز شهر، حالا روی نقشم اینجا میذارم. گلایی که گفتم گلای صورتی بودن، یعنی شکوفه‌های صورتی بودن. اونجا گلای لاله صورتی هست. ماندانا 2 موجگان 1 داره چیزش میکنه، هیجان انگیز میکنه قضیه رو. خب چشمه های من گل‌های صورتی اون درخت‌ها رو میگم جلوتر. نمیشه که همه رو تو بگی. دیگه من گفتم بگرد پیدا کن. من گفتم شکوفه‌های صورتی رو درخت‌ها، گفتم 2 یعنی این
گلاله ها و اون شکوفه صورتی. خیلی خوب، پس اون دوتا رو تو گفتی. آره. بذار از جلو هم نشون بدیم که تایی چقدر صورتی بوده. قلمبن. خب اینا خیلی صورتی و گلبهی و چقدر قشنگه. خوشگله. من این شکوفه ها صورتی. خب دو دو اون صورتی اون وسط هم حسابه. کدوم اصلا اون سرخابیه. کیفش بنفش نیست؟ نه. بنفشه. پوستر صورتی. آره اون صورت محسه. بابا وایسا دور بزن با دوربین برم کچ کنم. نگو دیگه نگم که تو میبینی که اون پوستری از اونجا آویزونه. کدوم؟ اون 200 نوشته. او خیلی صورتیه. بیا از اینجا رد شیم. 4 صورتی. وایسا اول اینا رو من نشان بدم. نوشته های روی این پوستر سرخابی. اون سرخابیه دیگه. من اینو گفتم. آره تو اینو گفتی و اون پوستری که آویزونه از اونجا و این گلای اینجا. نه اینم سرخابیه. صورتی یوا. آره دیگه. شال این خانومه که اونجا وایستاده، اون ور وایستاده. نمیتونم دوربینو ببرم سمتش. باید مدرک نشون بدی. وایسا ایستاده، قرفه داره اون ور. قرفه چیه؟ یه استندی داره، یه چیز دور گردنشه. آها اون گلبهیه. نه خب اونم بخوای بگی اون لاله هم گلبهی بودن. نه چرا؟ بچه دوباره آفتاب شد و گل اومد. این گلای صورتی 4 آه شالگردن. آره دیگه. پس چی؟ باشه. این الان ما وایسیم. وایسیم دیتکت کن چشم ما. نه ها میبینم مثلا اون صورتی شال یه خانومه حسابه. آره 5 لباس خانومه داره میاد، صورتی کم رنگه. رفت اونوری. 5 چقدر استرس دارم. اون دامنش صورتی داره. سرخابی همون. بیا استرس تو صورتت. مادانا الان سده. صورتی بود قشنگ‌تر بود خانومی. آره کفشای اون خانومه. نه این اصلا صورتی نیست. نه این که از جلو داره میاد. خیلی زشته صورتیشه. خب به هر حال 6 یا 7 5 6 دیگه 6 5 اون پوستره که اونجاست. 7 5 عزیز اون همون پوستره. نه اون چوسه اون رو که اون صورتی نیست. چرا یه گلی توش صورتی. 7 5 اون خانمه رو که اون دور زیر درخت صورتیه. الان باید برسیم بهش ببینم. 7 6 شیششو وقتی تایید میکنم که نزدیک دیده باشه. پوسته تکراری نمیتونی بگی اون نه اونو که نمیگم، من اون کوچولوه رو گفتم. رخ بنام اون خانم اونجا نشسته. اگه همونو نگفتی الان. اون اینا اون خانم موهای سفیده داره میره پایینش کرم بالاش صورتی. آها اون یکی این که نشسته. اوکی 7 کتابی که دست این آقای نشسته داره میخونه. باشه 8 7 سرخابیه ولی میبخشنه. باره من یه عکس دارم با این عکس تلگراممه. من ندارم. ازت میگیرم بذار. الان نفر باش. دامن خوشگل بپوشم، پیرن خوشگل. اون خانومه که صورتی پوشیده اونو گفتی؟ اون خانم. این و اون 3 تا گفتم. الان میشیم 8 7 عزیز. 8 منم 8 بودم. این طرح روی این طرح. آره 9 8 کلاه اون خانومه که جلوی اینا. آره 10 8 به نفع ماندانا.
این آقا صورتی پیشه این حمیده. سلام چشا تو تعریف کن چی شد. ما همین الان با یک سیانور برخورد کردیم. چرا؟ ببین اینجا نمایشگاه برگزار میشه هر از چندگاهی و الان کارهای بچه‌های هنر فشارم افتاده. دانشگاه ما اونجا دارن برگزار میکنن، پرفورمنس دارن. گفتیم بریم ببینیم برای شما ویدیو بگیریم و قشنگه. اول که رفتیم تو بگو این خانومه که جلوی اینجا وای میسته بلیت میفروشه چی کرد؟ Just wait. آره گفتیم اوکی باشه. وای ما منتظر بودیم و برگشت گفتش که چی گفت؟ گفتم میتونم با سگم برم تو. گفتش که نه الاود نیست که با سگت بری تو از این حرفا. گفتم باشه اوکی. بعد مژگان این کامرای دست مژگان بود و یهو خانومه این شکلی کرد دارین از من فیلم میگیرید؟ من نمیخوام توی فیلمی باشم، نه از من فیلم بگیرید. و ما اینجوری مژگان چرخون گفت نه این خاموشه و فقط دستم گرفتم که بریم تو. حالا بعد شروع کنم دونه دونه از کارا فیلم بگیرم. و اصلا تا الان ما همچین چیزی رو برای کارهای دانشگاه خودمون ندیده بودیم که همچین ریاکشنی داشته باشن و کارش به نظرم خیلی غیر اخلاقی بود. قطعا ما اگه از شخص خاصی می‌خواستیم ویدیو بگیریم حتما ازش اجازه می‌گرفتیم مثل همیشه که این کارو می‌کنیم. ما چرا باید از تو آخه ویدیو بگیریم آخه؟ دقیقاً. ولی ببین درسته که مثلا باید میگفت ولی ما ویدیو نگرفتیم و اون رفتار رو نباید میداشت و خیلی بد گفت. یعنی اصلا خیلی استرس گرفته بود و خیلی بد گفت. یه ذره احساس میکنم از نظر منتالی حالش خوب نبود. آره اصلا قشنگ معلومه ناراحت بود چون با قبلی های ما با بعدی های ما هم داشت بد حرف میزد. یعنی قبل ما یه خانم ایستاده بود که به ما گفت فقط وایسا یه دقیقه با اون داشت خیلی بد حرف میزد. من چون نگاه میکردم بعد یهویی ما رفتیم گفتم سگ میتونم ببرم گفت نه. بعد یهویی پرید به مژگان که چرا کامرا دستت داری از من ویدیو میگی. بعد حالا همینجوری که داشت با ما سر این موضوع بحث میکرد دو نفر دیگه اومدن داشتن میرفتن بالا جور تا کمر از باجه اومد wait you should wait. و ما اینجوری بودیم باشه بیا بریم 60 کرون بلیته. آره میده دیگه. میده چرا شاید ندیده اصلا باید بگیرم چون اصلا ما تا الان بلیت نمیگرفتیم برای کارهای دانشجوها چون اصلا نمیگیرن. حتی اینجا کار دانشجو که هیچی، اینجا کار آرتیستای بزرگی هم به نمایش گذاشتیم. مثل کارهای مونک هم میذاشتن گفتین. آره نه اون مونک تو کده است. اینا مثلا کلا آرتیستای معاصر تو برگن کنسال کلی گالری میذارم. خیلی وقتا رفتم و هیچ تیکتی نداشت. اینجوری بودیم که اوکی باشه میدن. اصلا خیلی عجیب بود. قبلش هم که قطع کردیم اینجوری بود که یه آشنا دیدیم سلام علیک کردیم اومدیم با اون خداحافظی کنیم. یه آشنای دیگه دیدیم سلام علیک کردیم. اصلا دیگه رفتیم برای خودمون. خب حالا ادامه مسابقه چند بودیم یادم نمیاد. تو 10 بودی من 8. ما داریم دنبال صورتی‌ها میگردیم. ولی شما این بنفش زیبا رو ببین و ببین برای چیه. سنبل اینجا بوش من دیوانه شدم. یه گلدون بزرگ عالمه سنبل خوشبو و یه گل سفیدی که اینجا وایساده به همراه یه گل کرم رنگ که در آغوششه. چقدر آقا چقدر خوشبو. زیبا چشم تو. خب اون کاپشن خانمه که حساب نیست. چند بودی؟ گفتم 8 دیگه. تو 8 من 10. کیسه لیکو سرخابیه. لیکو صورت عزیزم این دیگه درسته برند لیکو صورتیه ولی این شال گردن خانومه اونور. اوکی 8 9 برگرد. چی؟ اون چی؟ اون آقایی چی کو؟ خم کرد پاشو نکنه زیرشو ببین قرمز اون. عجب آدمی هستی یا یه عالمه صورتی. این صورتی روسری این خانومه بنفشه. دیگه میتونستی بگی سرخابیه ولی بنفش نه. بنفشه. عجب آدمیه. خب کدومری بریم؟ اشکال نداره بیا کدومری بریم. چی بنوشیم در این رژیم؟ لوکای این
این پسر حسابه بچه کوچولوی لپای آره صورتی بود. آره اون حساب چند 11 9 ولی دیگه نمیتونی لپ بگی. آره 12 من داور خوبیم دیگه. لباس این آقاه 12 چقدر صورتی میپوشن میشه 20 تاییه. اون لباس اون خانومه اون داره میاد. چی چند شده؟ 12 11 کفشای این خانومه کفشای و انگوش نشون نده. قبوله دیگه آره 13 11 12 بودن. نه خدا 12 11 بودن. الان من چجوری ثابت کنم که 12 این لینا حسابه 13 آره. 10 آره کفشای کفش خودم باشه کفشای اون 14 ده آره. صورتی نیست ایناها این صورتیه. چطور این صورتیه اون نارنجی این صورتیه. چندیم 14 11 این کفشای گفتی دیگه همین الان گفتی. 14 اش اون بچهه شلوارش 14 12 خانم اون دور داره میاد آره 15 12 کفش این پسره. ببین دینا دیگه صورتی نیست چقدر استرس داره. دختره من فکر می‌کردم سفیده. نه، اوکی صورتیه. 16 صورتی چند بودم من؟ 16 12 اون اینو گفتم آره دامن اون دختره از دور داره میاد و بچه‌ای که بغل دستشه 16 14 عجب آدمیه شانس چمدون آره 17 اون پلیوره داره میاد اونجا اون صورتی نیست مژگان اوکی نتونستم استفاده کنم از خدایا 16 من 16 تو خود عدد خودت بزن 14 شلوار 17 خیلی مال منه مال منه. تو چرا صورتی نمی‌پوشی؟ تو چرا خود رو خانمه داره میاد 18 14 ببین شالش قرمز صورتی 19 14 یه دونه مونده سلوی رو شلوار اون آقایی که توی حافظی است. anyway سوخت شلوار اون 20 14 گفتی دیگه همین الان اونو چند بار میگی؟ اوکی 19 14 15 اون تو حافظیه 19 گلای توی کاپشن این دختره 19 16 کلاه بچه 19 17 کلاه بچه 17 کفشای اون 20 کو ماندانا بردینا همین کیفش جلوشه کفشش صورتی کیفش سفیده کفشش صورتیه بذار ببینیم این خیلی حیاتیه. صورتی نبوده چرا خط صورتی داره یه دونه خط صورتی داره. نه خیلی چرا این کجاش صورتی؟ این قرمزه حاجی حالا اونا کاملا قرمزه 19 ببین 17 اون دور اون پالتوی اون خانمه رو میبینی صورتیه اون سرخابی عزیزم عجب آدمیه شال گردن این توش صورتی داره حساب کن خب 19 18 کفشای اون 20 تموم آره همون حتی ولی من تا 18 اومدم من بردم چه رنگیشو میخوام من بردم اون نارنجیه رو میخوام که اکلیل داره من بردم چله کبابو من خوردم برات میگیرم آخه من خیلی آدم رقابتی یا موقع اذیت ولی من تا 18 اومدم قشنگ کالری ولی احساس میکنم چند تا رو 2 بار گفتی من نه دیگه همه رو که 2 بار گفتم تو گوش زد کردی خب من اونایی که شاید یه سری رو حواسم نبود حالا ویدیو هست دیگه میبینن میگن بکنه یکی از پرسر صدا ترین ویدیو ولی خیلی آدرنالینمون رفت بالا خب بریم یه خورده آرامش و سکوت
همینطور که در آرامش پسپلاسان برگن به سر میبرید، لطفا ما رو سابسکرایب کنید که ما بتونیم با انگیزه بیشتر و با انرژی بیشتر براتون ویدیو بگیریم، کارهای جذاب بکنیم و شما بتونین که لحظه های قشنگی رو با ما داشته باشین. از این حرفا دیگه. آره دیگه، سابسکرایب کنید. می‌دونی لباس دختره داره میاد بازی تموم شد. میدونم برنده این بازی بود. ولی چقدر صورتی میپوشن. من ندارم اینقدر صورتی. چیزه یه قانونیه، چون توجه که مثلا تو فردا به ماشینای چه میدونم نارنجی توجه کن. احساس می‌کنی همه ماشین شهر نارنجیه. چقدر لاله های خوشگل اینجا. خیلی تازن. آره وایسا زوم کنم. تره تازه. تره تازه. فصل لاله است الان توی هلند. لاله نمیدونم. اون ور بودیم که اون اتفاقای هولناک افتاد. این اون ساختمون است که خانم داشت ما رو قورت میداد. باور نکردنیست. من میز تو هم یه تا بیشتر اینجا اونوری. تو گلم بیفته میفته. به گل نگاه کن. آبی بو کنی. از این کدوم؟ این درخت خیلی خوشگل. آدمایی که دراز کشیدن دارن آفتاب میگیرن. چقدر خوشگله وای. ببین صورتی، اصلا وقتی گفتم صورتی و صورتی اومد تو ذهنم به خاطر این گلبرگای زیبا بود. شهر خیلی خوشگل شده. اینم چاچونگا ماچونگا، پسرک مامونگا. خب خیلی خوش گذشت با شما به ما در این ویدیو و تموم شد؟ آره دیگه چالش انجام دادیم تموم شد. بعد رنگ بعدی رو همین الان انتخاب میکنیم ولی یه روز دیگه ویدیوشو میگیریم. اوکی. تو انتخاب کنی یکی رو. نارنجی. اوکی. رنگ سخت. ببین نارنجی رو نباید با کنیاک اشتباه بگیری یا. اوکی. نارنجی. ببین اصلا نارنجی رنگ پرتقالی. اول صفحه هر چیزی که اون رنگی باشه. نه مثلا قهوه‌ای خردلی رو بگی نارنجی. آفرین. دیگه به هر حال دو دیزاینر میتونیم تشخیص بدیم که کدوم رنگ. بله. وای بچه‌ها اینجا برش گردون نگاه کن، الان دیگه شهر اینجوریه. خیلی همه ملت این شکلی بیرون، عشق و حال، صفا سیتی، آبجو، واین. اینجا چیزا دیگه برگن برانچ، میتونیم فردا نهار بیایم اینجا. البته فردا اتفاق خیلی جالب میفته، نمیتونیم بیایم اینجا. اینا چی هن؟ نوشته دو ار اونیک السکر دی سلو، یعنی عاشق خودت باش، تو خیلی خاصی. عزیزم سرامیکه. آره. از اینجور چیزای آرتی مارتی تو برگن خیلی زیاده. بچه ها ما همینجا با شما خداحافظی میکنیم در اوج صورتی. خداحافظ. اینجا شروع کنیم.